بود. بعد چولاق راه گشتن میتونستم، شیشتن میتونستم. من دخترم باشم در ریگه رفته توبت کردم، ای میان رو کل میکردم، ای زانو کل میکردم. و در اینجا در چند بار پوچم کل کردم. بعد اون یاد دختر داشتیم حاجی پات پشم پراستین ای بالا میپوشن جای زانو ما میموند و او کل میکرد. حاجی پات پشم گفته و میکردن. الحمدلله وقتی که اینجا اومدم گرفتم آوردن اول هم خیلی بدی نخواهم همین دوروار استفاده دیم کوسلی چه نگرفتم میونم ای درس موندگه چولاقیم رفتگه حاضر چولاق نیستم. بعد او با یک کسانی داشتیم که هیچ کس گپ نمیزدن. همین دستای من چه خیلی بود که بالا نمیرومد در دستش میرومد اینش نمیرومد. نمام همین خیلی از اون میبستم همین خیلی مهربورین کلولا دستای من خیلی پر بود. هر دیگه کلین مساج میکرد. کلی من مساج میکردم سخت میشه که میشه یه روز دور دمی خیلی در میکرد میگو که مهره بری نمیجود پره این خیلی بدتگی پدلاپت کرد از همین خیلی پر بود تگی شانه لپت کرد همین خیلی پری کلولاچه بود همین یه هفته در 2 بار 3 بار و من مساج میکرد به من دست میکشون بخواین که من بیارم خانه تان در هرچی من مساج کنم دکترم مثال در اومد شونم در خانه وای میکنم بس سیتکای شروع میبرم خانه داده سیتکای بگه وای اصلا بور و کلین سیتکاره میگیرم براچه سیمینی برا چند تا کارگر داره میکنم من همش میکنم بعد کلین سیتکاره که میگیره خالی میکنه میفروش که من برام بعد میگفتم اگر خواهی من بیارم دستی من مساج کن اگر دستی من کار نکنم من هیچ آوردن نمیتونم بعد هم مساج میکنم همین خیلی درمان میشدم دیگه تمام رو دو واره که میزدمش داشتم من تلاش میکردم که بس که مردم دیگه حالی من خودم نظامیت یا نقش دیگه یا گم کنم نیست دستم بالا بالا است کنیا برگه دستت بردار